اگر ایمان و عمل صالح انجام دادید 3 چیز خدا به شما میده. 1 لیستخلفنهم فی الارض، خداوند به اونها چی میده؟ خلافت میده در زمین خلافت میده، نه حکومت میده. بر عرب و عجم اونها حکومت میکنن. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی، دین اونها را قدرت میدن، یعنی دین اونها حرف اول را میزنن، قدرت مال دینشون میشه، دین اسلام. و سومی خوف تبدیل به چی میشه؟ امن میشه، که هر کسی از دورترین شهر به دورترین شهر بره، هیچ کسی نمیتونه چپ بهش نگاه بکنه. این وعده هست. قبلا بگم یک تفسیر نادرستی بعضی ها میکنند، چون اگر این آیه را درست تفسیر بکنیم از این آیه چی لازم میاد؟ این وعده را خداوند محقق کرد. ابوبکر به خلافت رسید، عمر به خلافت رسید، عثمان به خلافت رسید، علی به خلافت رسید. خیلی ها هستن نمیخوان خلافت اینا را تایید بکنن و اون وقت از قرآن تایید شده. به این خاطر میگویند چی؟ این وعده با امام زمان محقق میشه، فعلا نشده. این وعده درباره امام زمان است، امام مهدی است. الله عزوجل اینجا خطاب کرده پیغمبرش را، یارانش را. حالا این وعده بعد از 2000 سال مثلا عرض میکنم، خدا میدونه ایشون کی میاد، هر جمعه منتظر خبری نیست. حالا خدا میدونه که کی تشریف میاره. آیا این وعده اون زمان محقق میشه؟ چرا اون زمان؟ حالا ببینید آیا این وعده که خدا اینجا کرده، این صفاتی که خدا بیان کرده، آیا این صفات دیده شد یا نه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زمانی که در مکه اعلام نبوت کردند، ابتدا بسیار تعداد اندکی ایمان آوردند، بعدن که بیشتر شدن 40 نفر شدن. کم کم چند سال گذشت 40 تا 80 تا شدن. بالاخره تا زمان هجرت فرا رسید اینا چند صد تا بیشتر نبودن. جایی نداشتند، پناهگاهی نداشتند، مأوایی نداشتند. یه بار به حبشه رفتند. آخر خدای عزوجل بهترین رحمتها را بر انصار مدینه بباراند. اونا آمدن گفتن یا رسول الله ما ایمان میاریم، شهر ما در خدمت شماست، ما همونطور که از زن و بچه خودمون حفاظت میکنیم از شما حفاظت میکنیم، از یاران شما حفاظت میکنیم. افتخار برای ما از شما بیاید شهر ما بیایید. لذا جایی نداشتند، استقبال کردند. همه را رسول الله فرمود برین یثرب. یا رفتن یثرب، اسم اصلی مدینه یثرب است. لذا فرمودم برین یثرب، رفتن یثرب. کم کم قاچاقی. من میخوام یه تصویری بکشم از اون شرایط ابتدایی که به صورت قاچاقی نماز میخواندند، به صورت قاچاقی تبلیغ میکردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه سخنرانی میکرد چنان حمله میکردند، خود رسول الله، یاران رسول الله کتک میخوردند. طائف میرفت، بالاخره با سنگباران ازش بدرقه شد. هر جا این شرایط بود. بالاخره ادامه دادند، استقامت کردند، جهاد کردند، تا اینکه این وعده را خداوند عزوجل از زمان خود رسول الله آغاز کرد.